یه سلام دیگه از مایا هر سیمفونی. این مشتری عزیزمون کار ننو میخواستن انجام بدن. موهاشون یه خورده دمیجی داشت. موهاشون رو شستیم با شامپوی مخصوص و گذاشتیم شامپو روی موهاشون به مدت 5 دقیقه بمونه و بعدش فقط با آب خالی آب کشی کردیم و هیچ مواد دیگه ای نزدیم. موها رو بعدش کاملا خشک کردیم و مواد رو ردیف موهاشون زدیم. گذاشتیم نزدیک 1 ساعت بمونه و فقط با آب خالی مواد رو از روی سر پاک کردیم. موها رو ما یه سشوار کشیدیم برای بهتر شدن کار و قسمت به قسمت موها رو اتو کشی کردیم. هر قسمت رو 5 بار تقریبا اتو کشی کردیم. نتیجه کار به این زیبایی شد. چالش کار کجا بود؟ اینکه رنگ موی مشتری خود روشن‌تر شد. اما کاری که ما انجام دادیم قبل از شروع کار ما این موضوع رو برای مشتری توضیح داده بودیم که ممکنه رنگ موها 1-2 شماره روشن بشه. پس مسئولیتی دیگه بر عهده ما نبود.